ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات اعلام کردیم که 2 بار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکارجوی خود را بر ضد شما می‌انگیزیم تا شما را سخت در هم کوبند. حتی برای به دست آوردن مجرمان خانه ها را جستجو می‌کنند و این وعده است قطعی. سپس شما را بر آنها چیره می‌کنیم و شما را به وسیله دارایی ها و فرزندانی کمک خواهیم کرد و نفرات شما را بیشتر از دشمن قرار می‌دهیم. اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می‌کنید و اگر بدی کنید باز هم به خود می‌کنید. و هنگامی که وعده دوم فرا رسد، آنچنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت که آثار غم و اندوه در صورتهایتان ظاهر می شود و داخل مسجد الاقصی می شوند همان گونه که بار اول وارد شدند و آنچه را زیر سلطه خود می گیرند در هم می کوبند. امید است پروردگارتان به شما رحم کند. هرگاه برگردید ما هم باز می گردیم و جهنم را برای کافران زندان سختی قرار دادیم.